айёре дида истодем. оли ҷаноб, каме пас ӯро беҳуш мекунем. бале, инро мехоҳам. фаҳмо, шурӯъ мекунем. рафтем хонум. من خودم. سرم مادر جان، پسرم در این 2 روز داخل کف شدم میمردم. مرا ببخشید. ایقل نگوی جانم، هرچی که برای تو کردم کم است. شکر که برگشتی. پدر جان، من انسانی با تقدیر هستم. الله به من مصیبت فرزند رو نشان نداد. شکر خدا. مبارک شد. تشکر پسرم. الله از همه شما راضی باشد. منت دارم من از شما. اگر برادرش نمیشد او رو نمیافتیم. پسرم، از برادرشم خدا راضی باشد. پدر جان، خدایا با من قوت ده. الله خواهد می‌دهد، خواهد می‌گیرد. ما حکم کردن نمی‌توانیم.
امروز شوهرت رو با پینور دیدم. گفتم که عجبا به کجا می رفته باشد؟ به تولد خانه. با گفتی تو بین اون با یگان رفت و آمده نیست. آی حالا هم طرفی شوهرت رو میگیری. دخترم کمی چشمایت رو باز کن. شوهرت از دست می رود. معلوم است که اون زن از شرف حامله دار شده است. الله خواهد میدهد، خواهد میگیرد. ما حکم کردن نمیتوانیم. چی شد؟ تیاری دیده ایستاده‌ایم جناب. کمی پس او را تشخیص میکنیم. اگر از این در با درون دروی اویلادوری ما تمام میشه. جان عزیز است اما از ما نیست. امانت است از طرف خدا. شروع میکنیم. فهمون در حال میآیم. خدا مددگار باشد. مرحمت. مرحمت، با دکتر ملاقات داشته؟ من در اینجا چی میکنم؟ چرا آمدم؟ چی رو دیدن میخواستم؟ به این همه چیز معلوم است. خوب هستید؟ یگان درد ندارید؟ ببخشید خطا کردم. باید به دیگر جا میرفتم. خواهش میکنم. خواهش میکنم آقای شرف. بر وقت قرار ندادن خوب است. با فکرم قراری 2 روز دادید. انشالله نصیب تولد می شود. شکل پورا هم نگرفته باشد اما سخن در باره حیات می رود. ما رویم؟ نگفته نموند پینار حالو هم زیر تاثیر دورو است. ماشین نراند خانه رفته استراحت کند. میلش؟ میلش. تشکر. روزتان بخیر. روزتان روز بخیر. شما هم بخیر. چی شد؟ چرا دست کشیدی؟ نتوانستم. من برای تولد شدن طفل حقی حکم کردن ندارم. گرفتن جان انسان بجز خدا کسی حق ندارد. یعنی من میتوانم تولد کنم؟ پینار، با خاطر گناهی کردم کاری که از دستم میآید کمکت میکنم. فقط از من پدری کردن رو برای فرزندت انتظار نشو. اگر فکر کنی که جایی فریده را گرفتن میتوانی خطا میکنی. همسرم رو دوست میدارم، عائله‌ام رو دوست میدارم. با تو یاری دهم. پسرم خوش آمدی. مرحمت. خوش باشید.
تو رو تا مکانت ببرم؟ نه تشکر. از همینجا با اتوبوس میشینم و میروم. بیا نباشه تا ایستگاه یک جا رویم. خیلی ملیش. یاشار لبای پدر با کجا میروی؟ نمیدونم. پسرم یاسو من رو گرفته با خانه درور. گفتم امروز در خانه ما عید است. عید است؟ عید است. عید همون است. امروز صحت سلامت به دیداری برادرت رسیدی. بله رسیدی. اما من هم به خانه دارم پدر. در روز عید همه قهر و غضب ها فراموش می شود. بیا دخترم درو. بیا دروی. تا تمام شدن تاثیر دارو بیمار از جایش نخیزد. خدا شفا دهد. تشکر زیاد. سلامت باشید. خدا شفا. حاضر برای تو یک خوراکی گرم تیار میکنم. یگان دردت نمیمونه. سحر مثل شیر با پا میخیزی. سلامت باشید. مرحمت بشین. شما هم شوربا میخورید؟ درستم در. ببین برادر، در هر یک ماشین یک نفر است. بعد میگن که چرا در استانبول ماشین زیاد است. مگر این راه این قدر ماشین ها را برداشت میکنن؟ راست میگویی، برداشت نمیکنن. شما کار درست میکنید برادر. با توسط ماشینتون نیو، با توسط تاکسی همسر خواهرتون رو شما جای میبرید. به پینور کمک نمیکنی شرف؟ لازم نیست. من خوبم. به ساحل نمی رویم شرف؟ مایلاش چی که خواهی می رویم. رفتیم. مایلاش رو دختری من سالها بویی سرش رو با اونجا نفسم گیری نفر. از من باز چی میخواهید؟ اینجا رو چه خیلی افتید؟ تو از که این رو میدونی؟ دیروز همش رو فهمیدم. جواب تست رو دیدم. مرا دیدن برابر درانده به سطل پرتفتی. مادرم با پینور دختر رفتنت رو دیده است. اول باور نکردم، بعد باور کردم. چی شد؟ میبینم که مرا دیدی و ترسیدی. درس گذشته را خوب از خود نکرده ای؟ مجبور شدم باز آیم. از رو هم یک طرف استید. گوش کن مرا. من نگفتم که نفر دخترم رو ناراحت میکند، در مقابلش مرا میابد. پاداش خیانت رو هم از تو و هم از دامادم استانم. یاد نزنید همه میشنوند. شو میدن گیرم. بگذار فهمم که چه خیل همسایه رزیل دارد. یعنی به من بگو سرما اسکور گفتنی زن کی است؟ و تو کی میشود؟ و درون دروید. آرام باشید. من پینو رو کشتن میخواستم، اما نتوانستم. روزیش کردم که کودک رو اسقاطی حمل کنیم. این دفعه هم نتوانستم. فریده، من در وضعیت ناگوارم. نمیدونم چی کار کنم. گوش میکنم.
майлаш ҳозир меоям. амирро ба хона овардам, рафтан дар кор. фарида, ягон сухан гӯй. хомӯш наист. ҷанг бикун, дод бизан. ман розӣ ҳастам, аммо хомӯш наист. агар ту хомӯш истӣ, ман девона мешавам. бия хона равем. фарида, ягон сухан намегӯӣ? ҳозир бояд дар назди амир бошем. хона рафтан мехоҳам. خانم، من میبرویم. داروهای امیر رو خریده میآیم. داروخری وظیفه شماست مگر؟ یشر حاضر رفته میآورد. پسرم صحت سلامت به خانه برگشت. من هم 10 سال جوان شدم خانم. کمیسر معلوم شد که صدقه دادید. شکر کنید که نجات یافتید. از آن ماشین صحت بر آمدنتون معجزه است. نفری که قصد جانم کرده است در حیات بودنم رو انتظار نیست. کمیسرم، کسی رو شبهه میکنید؟ تا دلیل های جمع کرده پلیس را نبینم یگان چیز تخمین کردن نمیخواهم. کسی کرده است آشکارا قصد جانتون رو کرده است. برای تشبوس به جنایت حکم می شود. شما براحت باشید. امیر، برادرم یک بار دیگر خدا شفا دهد. من میروم، کار دارم. خب میایستادی دکه. مادرم خوراک تیار کرده ایستادن، یک جوی می نشستی. من یک کار دارم، باید اون را ببینم. فراموش کردم کلم هم اینقدر کار میکنه. مایلش تو دیدم. خیر، خوش باشید. خیر، کنی بگو زنی که به من آدم روان کرد و مرا زدند، چرا نشانه هر دویتان یک است؟ سرما ازگور کی بود است؟ سرما ازگور مادر من است. نفهمیدم. مادرت؟ ماشینی سرخی که مرا تعقیب میکرد مادری تو است؟ چرا؟ انا خودشون هم تشریف آوردند. کنی آید روبرو شویم. از من چی میخواسته باشد؟ نه حاضر نمیشود. شما رو اینجا باید نبینید. چی گپ است؟ اینجا بیاید. در آخر چرا؟ خوش آمده. با تو نگفته بودم که کسی تهدیدت کند پسند مکن. چی شد باز؟ کودک را نابود کردی؟ خواطر نشاید، ایستاده است. نتوانست. خیلی خرسند شدم. با خدا خوب کردی. دخترم، این کودک برای وارد شدن به خانه اونها امکان است. با واسطه کودک شرف رو نازکک به دست میگیری. مادر بس است آخر. شرف راضی شد که کودک رو نگاه میکند، لیکن از فریده جدا نمیشود و با من هم هرگز اویلادار نمیشود. بیهوده این گونه فکر میکنید. هرگز اویلادار نمیشده است؟ از کجا میدونی؟ برای آن که فریده همش رو فهمید. خوب شد آخر. به سود میرود و از شوهرش جدا میشود. فریب خورده اید. فریده امروز با بیمارخانه آمد، همش رو با چشمانش دید، اما یک کلمه هم نگفت، آوازش رو نپرورد. من انتظار بودم که حاضر بالای نو روغن میشکد، اما او خاموش ایستاد. احوال او رو دیده از حال خودم شرم کردم. چرا از حال خودت شرم میکرده ای؟ مادر، ما چی کار کرده ایستاده ایم؟ معلوم می شود که سرما ازگور تو هستی. تو؟ این زن در اینجا چیکار میکند؟ چی دردی که دارید بین خود حل کنید. من از این بازی شما دلگیر شدم. اجازت میدهید به شما کمک کنم؟ پمیدورها رو ریزه کن. مایلش، تشکر برای با من گپ زدنتون. آقای خیردین گفت که امروز زید است، نشنیدی مگر؟ شنیدم، اما شما همه وقت. به خدا وعده دادم پسرم صحت و سلامت آید، قلبش رو نمیشکنه. او چیزی که خواهد همان میشود. البته موقتا.
من این رو چگونه در خودم هضم کنم؟ کدام زن رفتار میکند که گویا در زندگیش چیزی نشده است؟ من چه خیل به این راه خطا رفتم. چگونه از او با آسانی دست کشم؟ من شوهرم را دوست می‌دارم. او پدری کودکان من است. من به فریده وعده داده بودم که تا آخری عمر با تو میمانم. او هم قدمی من است، هم حیاتم است. او را ناامید کرده نمیتوانم. شکر که روی خانه رو یافته توانستی. مرحمت. مثل جفتی قمری هستند. خدا با آنها چشم نرسد. کنی بگو از من چی میخواهی؟ چی میشد باز؟ قصاص میگیرم. اویلم رو ویران کردی. از خاطرت برآمد مگر؟ در جوانیم مرا از شوهرم جدا کردی. برای حساب کتاب دیر نکرده ای مگر؟ جوان بودم خطایی کردم. خانه‌ات رو ویران کردم. نفری خانه ویران میکند خانه‌اش آباد نمیشود. من هم خوشبخت نشدم. خانم خواهش میکنم شوهرم رو به حالش گذار. خانه‌ام رو ویران نکن. تو در کدام اساس به خانه من میویی؟ رو از اینجا دیگر به چشمم ننم. اکنون وقتی در را برای تو پوشیدن ما رسیده است. همین طبقه پینار. مرا حساب نکنید مادر. گفتم که من در این کار نیستم دیگر. به امید قصدگیری شما قریب بود که از جان خودم و فرزندم محروم شوم. کاری را که تو سر کردی راهی برگشت ندارد. تا جان در بدن داری گفتم را اجرا میکنی. تو چی در داری؟ چشمانت پر از خون است. این بازی شماست. جانان خانم شوهرتان رو گرفته است. من نمیگذارم که من و فرزندم بازی چه دستتان باشیم. شما چگونه مادر هستید؟ و شما چی شد؟ در این زن وجدان نمونده است. آدم چه خیلی چونین کینه‌گیر میشود. دامادم را، دخترم را و حتی دختری خودت را قربان میکنی. تو زنی زهر موری. زخمهای دلی مرا تنها عذاب کشیدن فرزندانی تو شفا میدهد. این حساب کتاب میانی من و تو. گناه داماد و دخترم در چیست؟ فکری آنها را نمیکنی؟ با تو گپ زدن نمیخواهم. شوهر هم نداری که اون رو کشیده گیرم. لیکن اویله دخترت رو ویران میکنم. با همین درد سوختم میموری جانان. چه خیلی که دختری من به پدر کلان شد، نبیره های تو هم به پدر کلان میشوند. به من گوش بده. نامی دخترم را نگیر. هم به تو، هم به دخترت، هم به داماد و نبیره هایت کی بودنم را نشان ندهم نامم را دیگر میکنم. گوش کن. اگر به آنها ضرری رسد هر دویتون از من خلاص نمیشوید. کنی سراغ شرف را به من بده. چیکار میکنید؟ به تو گفتن بده. لحظه بود فکر کردم که از اونجا دیگر نمیبرایم. همش گذشت. و مثل که درون چاهی میافتی و کوشش میکنی اما برآمدن نمیتوانی. ما بسیار خباتیر شدیم. خیلی دهشتناک بود. هیچ نباشد اقلان اونها خوشبخت شوند. من میدونستم که تو در کجای زنده هستی. با هم صدا بلند میکردیم تا تو رو یابیم. بعد آوازهایتون رو شنیدم. اکا یشر آوازت رو شنیده جای تو رو یافت. امیر یاسمان، فریده با شما یک خوش خبری دارد. چی بود استکا جان؟ مادر جان شما نمیدونید؟ توبه کردم. میخواهی که گویم؟ اگر گویم خوش خبر نمیشود. این چی است ینگا؟ 50,000 لیره قرض پدر یاسمان است. آن رو بر میگردانیم. پول رو میدهید، سند رو میگیرید.
ба ҳамин монеаи оиладоршавиятон аз байн меравад. яшар ефигил зиёрат омада аст. хеле хуб, хеле хуб. дар он мошин бародарам будааст. дониса маро равон кардие. шербача, ман чикор кардам? ҳамаашро бо дастони худат кардӣ. ту он мошине ки ба ман додӣ қариб буд ки қотили бародарам мешудам. бас ҳаст. шикоят дошта бошӣ ба полис рав. дардатро ба полис бигӯ. лекин ба ҷои ту мебудам, хуб фикр мекардам. ҳамаи изҳои ангуштӣ дар мошин буда танҳо аз они туст. ин хел бошад ба ту як мужда медиҳам. амир намурда аст, зинда аст. зинда аст? ту шӯхӣ мекунӣ? амир дунболи ту аст. хабардорат кунам. дер ва ё зуд ҳақиқатро мефаҳмад, даратро мекӯбад. ба ҷои ту мебудам, аз ӯ метарсидам. аз гунҷишк метарсидам, ҷав намекоридам. آمدنی باشد بیاید آمدن گرد. اکنون جای گپ هم آمد. فراموش نکن که از طرفی که هستی تو آدمی من هستی. برای من کار میکنی. تا آن وقتی که سلاح در دست من است هر چه که فرمایش دهم همون را اجرا میکنی. من هم به تو نزدیک میشم آقای غالب. برای تو را آشکار کردن. دائما در براتم خواطر مباش. من با یوسمان در مسئله اویله‌داری مقابل والدین برآمدیم و خطا کردیم. شما را اذیت دادیم. از همتون بخشش میپرسم. اکا شما هم ببخشید. قریب که گلخانه را از دستتون میگرفتند. همش گذشت شیربچه. مهمش صحت و سلامت به خانه برگشتید. دیگرش هیچ است. باز قرض را هم برگرداندیم. لیکن من پول خیر خاله مقبوله رو قبول نمیکنم. قرض قمچینی جوان است. جوان هستید، شیربچه هستید. کار کرده پرداخت میکنید. لیکن با پدرتون نگویید. میدونید که او هرگز اجازت نمیدهد. قهوه با مزه شده است. ها فریده، چشمانت راه میبیند به یگان جا سفر داری؟ نه، من رفته کودک رو از مکتب گیرم. ایستو همراه میرویم. نه، تو بهترش با امیر بیمون. یاسین، آی یاسین، یک لحظه اینجا بیا پسرکم. بیا یاسین، بیا، شرم نکن. بیا یاسین.
فریده من تو رو انتظار بودم. باید صحبت کنیم. مادر بدتر. حاضر باید کودک رو از مکتب گیرم. اما بدتر. با این دختر چه خیلی فهمونم که سرما مادر پینور است. توبه. به شرف رشک میکنم. حتی دیوانه وار رشک میکنم. پینور رو هم چشم دیدن ندارم. از کودکش هم بیزارم. این حسیات در هر یک زن باشد. آخر کدام زن به شوهر خود رشک نمی کند؟ پیغمبرمون گفته است که رشک و حسد وجود انسان رو به مثل آتش هیزم رو می سوزد، همون گونه سوخته نابود می کند. از این بلا چگونه خلاص شوم نمیدانم. آخر آن کودکی که تولد می شود چه گناه داشته باشد، ولیکن تولد اون رو من نمی خواهم. بیا یاسین، بیا نزدیکتر بیا، شرم ندار. بیا پسرم، بیا جانی من، شرم ندار. شما کی هستید؟ یاسین جان، من دوگانه مادرت هستم. من شما رو نمیشناسم. البته نمیشناسی. وقتی که تو مرا دیده بودی خیلی خورد بودی. من میبینم که تو شیر بچه کلان شده ای. معلوم میشود که سیر نگاه داشته میتوانی. برای همین به تو یک سری مهم میگویم. سیر؟ ها. یاسین؟ و کی بود؟ میشناسی او رو؟ با شما گفتم که با بیگانگان گپ نزنیم. مگر اون زن با تو یگان چی داد؟ کنی اینجا بیا. مادامی که میخواهند قصر را از دخترم گیرند، پس برای نجات فریده از کودک خلاص یافتن وظیفه من است. خانم ببخشید شما رو به کسی مانند کردم. هیچ گپ نیست. سلامت باشید. بچه جان اومدن. بچه جان بیایید رفتیم. اومد تو رو در خونه انتظار است. یوسی پسرم به تو چی شد؟ چرا غمگین می نمایی؟ بچه ما 3 نفر می شده ایم. تو از کجا می دونی؟ یک زن گفت او را به ما اپای پینور تولد می کرده است. خاطر نشو. پگاه با برادرم یاشار اومده پول رو میدیم. بعد خدا پادشاه. یاسین؟ جانک؟ امک جانم آمدن. آمینا جان. جانکی من. امک جان من برای شما بسیار دعا کردم. آفرین به تو. کودک‌ها بیگناهند و دعاهایشان مثل خودشان تازه‌اند. دیدی در حال قبول گردید. کنی به خانه درو. چی گفت؟ و یاسین چی شده است؟ مرا ندیده رفت. شاید اگه اون چیز را فکر کرده شده است. خیلی جان من میروم. تا دیدار. تا بازدید. تا بازدید.
یاسین از همه با خبر است. چی؟ چیل همه چیز رو؟ یک زن به او گفته است که پینار حامله دار است. چی شد؟ باز برای چی اومدید؟ تو کمی خوب کن جانکم. من دودردار میشوم. اپای پینار برای من مادراندر میشود. کی گفت این رو به تو؟ یک زن. آن زن رو میشناسی؟ نمیشناسم. چرا اوچای دودر من اپای پینار میشود؟ ما رو شما به دنیا آوردید. یاسین گوش کن مرا. این رو با کسی نمیگویی. این سیری عائله ما است. فهمیدی مرا پسرم؟ از گپم نبرو. من از آن زن دودر نمیخوام. او دودر من نیست. خواهر من آمینه است. تمام شد. پسرم به ما وعده بده که این گپ رو به هیچ کس نمیگویی. خوب؟ پسر خوش روی من. خدا شفا دهد. به دختر چی شده است؟ نپرسید. مادر زاد همین خیل است. زود بیهوش می شود. یک نمود بیماری است. اکا چرا غمگینی؟ این رو تو نمیفهمی. من هم چیزی رو میدونم. دودر دور میشویم، اما مادری دودرمون مادری خودمون نمیشود. اپای پینار میشود. خاموشا. مادرم میفهمد. با مادرم وعده دادم که کسی نمیفهمد. وعده ده. خوب شده است. من هیچ چیز رو نفهمیدم. مادری خودت اپای پینار باشد چقدر دودریمون میشود؟ نفهمیدم چیزی رو. خدایا من این حادثه رو چخیل پسی سر میکنم. به فرزندایم اگر این گپ رو نمیگفت من به همه چیز صبر میکردم، اما نمیگذارم که به آنها ضرر رساند. تو خاطر نشو فریده. من اجازت نمیدیم. رفته با پینار صحبت میکنم. هیست. رفتنت فایده ندارد. میگوید که من این کارو کردم. آرام باش. حاضر وقتی نادرست قدم موندن نیست. یک جای قدم میگذاریم. من رفته دسترخوان تیار کنم. بیا اومدم. همین است؟ ها همین. بیا کنی انا کنی انا از میانش. وای اپا کمک لازم است؟ نه تشکر. وای انا میخوام مرحمت کنید. کنی بسری دست سرخون شد. بیا پسرم به تو کمک کنم. تشکر پدر جان.
زحمت نکشید. خودم رفته میتوانم. شکری پروردگار، نفرانی هست که این رو هم نمییابند. خدایا به تو شکر میکنم که چنین نعمت ها عطا کرده ای. نعمت بزرگ برای من اهل اویله را در یک جا دیدن است. شکری الله که این روزها را با من نشان داد. یشر کجا رفت؟ او هم برای خوراک خوردن نیستاد. آقای خیردین، یا اینکه به وی یگان گپ گفتی؟ گناهم را مگیر. ممکن کاری عاجل برآمده است و رفته است. مادر جان دستتان در را نبیند. اشتهای تام پسرم. از این پس یک طبق دیگر زیادتی میمونیم. خواهی میمونیم؟ چی؟ مگر یگان مهمون چک زده ای؟ دادر من را. چی خیل دادر؟ من یاسین دادر دار میشویم. با تو نگفته بودم که با کسی نگو. با من وعده داده بودی. یاسین دادر دار میشوید میگویی؟ اناسیر و مناسیر از ما پینهان داشتند آقای خیردین. بچه ها هیچ خیلی خبری خوش. حق بودم که گفتم اویله افیگل ها این داره. اویله همون بزرگ شده ایستاده است. خورسنده همون دوچند شد. وای وای پسرمون چی ها آمد؟ صرفکاری میکنیم گفتیم یک دری مصرف کشاده شده ایستاده است. مادر چی گفته نیستی؟ کودک با برکتش میآید میگوید. هم تو گفتم. ینگه جان تبریک میکنم. اکا جان تبریک به شما. هی یگان کس هست؟ یاری دهید. کمک کنید. یاری دهید. چیکار میکنیم؟ تولد که شد اید میکنیم. خواطر مباش کنم. کسی که به دنیا میآید با برکتش میآید. بله دست به دست کرده کار میکنیم و کلان میکنیم انشالله. انشالله. فریده چند ماه شده است؟ بیبی چرا از مادرم میپرسید؟ باز از کی پرسد؟ کودک را مادرم به دنیا نمیارد. کی به دنیا میارد؟ اپای پینار به دنیا میارد. پینار به دنیا میارد؟ تو چی میگویی؟ فریده این چی میگویی؟ شرف یاری دهید. یاری دهید. مرا یگان کس میشنود. یاری دهید. خاموشا چی فکر داری؟ شما برای چی مرا به اینجا آوردید؟ تو را آگاه کرده بودم با اویله فریده دخالت نکن کاری بد میشود. میخیل نیست؟ مرا چی کار میکنید؟ چرا مرا بستید؟ مرا کشید. آن کودک به دنیا نمی آید. شما بیمار هستید. سر دهید مرا. کمک کنید. انا اکنون چقدره که میخواهی فیغان کن. شرف این کودک ها چی میگویند؟ پدر در تنهایی گم میزنه. دیگر چی جایی پنهانش مانده است؟ پدر حالا کودک ها در نزدم. رفتیم بچه ها رفتیم. کی باشد؟ انا همین زن همش رو به من گفت آچا جون. به صحن مکتب اومده گفت که دادر چادر میشوی. شما در اینجا چی کار میکنید؟ دروغ است. مادامی که دادرش میشود خواستم که آنها هم دانند. شما چی حق دارید؟ شما خودتان کی هستید که به فرزندان من چنین گپ‌ها را میگویید؟ تو جدی میگویی؟ تو در حقیقت تا حال نمیدونی که من کی هستم؟ فریده کی اومد؟ گوش کن این دارو تیار دارم و اما چی اما؟ میگویی که از کودک خلاص شویم
اما احتمال مادرش هم بمیرد. تو تیار کن، من همش رو به گردن میگیرم. من مادر پینورم. حالا هم نفهمیدید؟ مادرش هستید؟ گوش کنید. با شما کی حق داده است که با فرزندان من نزدیک شوید؟ کی با شما اجازه داد؟ روید. اکا آروم شوید. اکا خودتون را به دست گیرید. به من زوری نشان نده. من از کسی نمیترسم. یا دخترم را آدم بری نکاح میکنی و یا برای تجاوز کردنت به محبس میروی. مرا فهمیدی؟ این چی بود که به سرمون آمد؟ شرف تو چیکار کردی؟ خیلی محبس خانم، آنها به بلاغت رسیدند. کودک نیستند. یگان کار خلاف خواهش نشده است. آقای خیردی، آقای خیردی، به شما چی شد؟ پدر جان. آقای خیردی، پدر جان. اویسته، پدر. اویسته، فرد داروهایش را بیار. پدر. زود از اینجا برو، وگرنه نیست و نابودت میکنم. من فکرم رو گفتم. خودتان بدونید. یا نکاح یا به محبس. در اویله ای داریم گفتیم. اکنون بلای به سرمون اومده رو ببین. شرف این چی گپ است؟ جواب ده. خانم دهانت رو بیهوده خسته مکن. شرمندگی چون روز عیان است. این چی بلا بود که به سرمون آوردی؟ چی بلا بود؟ کلینا چگونه با اینها صبر کردی؟ اوه دخترم، حالت رو میفهمم. این درد جگرت رو میسازم. فریده با بالا برو، نبیره هایم رو آرام بکن. شرف تو با ما چکار کردی؟ من این نام رو با تو موندم و دعا کردم که با شرفت زندگی کن. چگونه این رو با همسرت کردی؟ چرا این رو با فرزندهایت روا دیدی؟ آخر چرا؟ امیر؟ چرا اکا؟ چرا مرا کشتن خواستید؟ من دادری شما نیستم مگر؟ انسان برادری خود را میکشد. چرا مرا کشتن خواستید؟ الو، در کجای دکا؟ در گلخانه‌ام. چی گپ شد؟ در بیرون در یگان جا بخوریم. در کجا؟ مایلش تو دیدم. بخیر است پسرم. گفتن که استراحت بکنی. با کجا؟ یک کار دارم پدر جان. تا آن را حل نکنم آرام نمیشوم. تا دیدم. سلام علیکم. سلام. پینور رو میکوبم. چند ساعت شد که نمیوبم. شما ندیدید؟ دیدم او بیهوش بود و یک زن کمک کرده با ماشین سوار کرد. زنی کمک میکرد؟ خدای توبه. خانم پینار رو میگویه؟ بله. تو رو ندیدی؟ دیروز دیدم. یک زن به تاکسی سوار کرده بود. پینار خانم بیمار مینمود. شب هم نامد. بیمار میگویی؟ با زور راه میرفت به خدا.
خدای توبه چه خیل زن بود؟ زنی زیبا، چشمانش کبود، در سرش کلاه داشت. جانان، کاری جانان هستین. میلش تشکر. خیر، خوش مونید. سلامت باشید. مادر یگان چیز بیپوش با من میروی زودتر. یگان ناخوشی رخ داد. مادر نمیتوانم کودکا رو باید به مکتب یک بود خاموش شو. سخن مادر را گوش کن. مادر من رفته نمیتوانم. یک مسئله حیاتی است. راه گرد گفتم نمیتوانم. با کجا رفتی میبینی. زود باش. فریده با کجا میروی؟ مادر من دیرتر میآیم. کودکا رو شرف به مکتب برد. مثل شیرش است. دختری بیچاره رو به حالش نمیگذارد. گوش کن مرا اپا. در میان پیرانسالان دلگیر نشدی مگر؟ درباره آدمگری بسیار چیزها رو آموخته ایستادم که برای دلگیر شدن وقت نمییابم. از آدم‌هایی که بیستری شدن چی آموختن ممکن؟ میگویند که مکه چی میروی دل مسکین دریاب. بعد از به دست آوردن دل آنها بسیار چیزها رو از آنها آموختن ممکن است. باز هم به خانه بی‌پرستاران میروی؟ در همانجا میمونی؟ بله پدر، تا آیله دار شدنم در همانجا میمونم. معلوم می شود که حالا هم از خیال آیله دار شوی دست نکشیده ای. تا آن وقتی که سند ایفیگل در دست من است آیله دار شویتان در گمان است. تو در اینجا چیکار داری؟ چرا مرا دیده حیران شدید؟ زنده مانده هم گفته؟ تو چه ها گفته ایستاده؟ با اطمینان گفته میتوانم که مرا شما را بودید و کشتن میخواستید. افسوس که در دستم دلیل ندارم. دلیل نداری، دغدغه نکن. البته این رو میدانی. تو چگونه پلیس هستی؟ چرا به خانه هم آمدی؟ برای پرداخت قرضمان آمدیم. مرحمت گیرید. همه پول همینجاست. سند رو میتوانیم گیریم. خوب هستی امیر؟ خوبم جانم. یاسمان خواطر مباش. اکنون همش خوب می شود. ناگفتنمانا چه خیل پلیس بودنم رو به نزدیکی میفهمید. یگان حقیقت مدتی دراز در تاریکی نمانده است. دیر و یا زود آشکار می شود. حقیقت که آشکار شد در اصل من اید میکنم. با ذوق تماشا میکنم چگونه نفری که تو را کشتنی شده است به حبس میرود. نمیدونم. اوچم او را مثل ما دوست میدارد. کودک از گفته همه او را دوست میدارد. کسی به ما اهمیت نمیدهد. اوچم چنین نمیکند. او را مثل ما دوست میدارد. تیار شدید؟ من شما را تا مکتب میبرم. اوچم او را میبرد. مادرتان بر اومد. کی میدوند که او کی میآید؟ انتظار میشویم. ما با اوچم میرویم. اصلا نوبتی من بود. خیر هیچ باشید. دیروز از محله شما منصور هفت مسافری رو نگرفته بودید. کسی تاکسی جیغ نزد؟ از خانه پینور خانم؟ نه من نگرفتم. شاید یگون رفیق دیگرتون گرفته باشه. نه اپا خبر ندارم، من نگرفتم. خیر میلش، تشکر به شما. مادر به کجا میروی؟ نزد همین خانه می ایستیم.
زحمت. تشکر. مادر در اینجا چی کار میکنیم؟ تو با من بیا زودتر. بیا خوش آمدید. بیا مادر شما چی کار کردید؟